Ассалому алейкум андиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурова буғ. Имрӯз 11 ноябри соли 2023 мебошад. Имрӯз як навор ман ба шумо аз нашонамои пистае ки ман ҳамин сол шинондам ва наворашро нишон додагӣ будам. Баҳор буд, писта шинондем, поёнашро пору партофта будем, хоки серғизо кардем, об додем ва писта мана бинед. Манам хел ман аз ҳаминҷо гулашро ман буридам. از همینجا بینید چند تا شده است. این سال این ریشش رو به قوت کرد. سال دیگه خدا میداند کمی کم 1 متر زیاد 1.5 متر قد میکشد. و این چخلی که من زمین رو غذا دادگیم و چخل آب میتیم، اگر هم خیلی رو در 3 سالگیش ممکن میوه دهد، چون که پیوندی است، ترکی هست، ماکسیموم در 4 سالگیش میوه میدهد. لیکن من انتظارم که با اون نگاه بینی من در 3 سالگیش دهد. شما با این علف ها اهمیت ندید. این علف ها بارون بارید، علف برومد. من دیگر این علف رو نصف نمیکنم، بهار پوبل میکنم. این علف برای من چی میشود؟ این علف غذای زمین میشود، ضرر ندارد. مهمش که در تابستون گردی این به علف بود، نشونامش خوب بود. باز علف خشک پرتفتگی بودم در گردش، نمی نپرد گفته. و من همین پیسته که من در بهار شنودگی بودم، برای که من وقتی نوار پیسته رو نشون دادم، آدمو با من چند کس سوال داد که چه خیلی شد اون پیسته. من هم خیلی شد همین پیسته. پیسته ترکی. اگر با شما پیسته ترکی نهالش در کار باشد، مراجعت کنید، ما دسترس میکنیم. نهالش 120 سومونی. از سبب آنکه زمستان دیرتر آمده است در ترکیه، من 21 راهکی بودم. نهال های نوک و سیب و دیگر نهال ها حالا خوب نرفتن، یعنی نوده هایشان نریخته است. از من التماس کردن دیرتر بیام. من بلیتم را سپرده، 1 دکبر با بلیت گرفتم. خدا خواهد من 1 دکبر میروم. از من تا اون وقت سیب، نوک، بادام، چهارمغزی، پکان، چهارمغزی چندلر، پیستا، اپلسین، ماندارین، خوچ، پامیلا، لایم، بیهی، کاشتن استعمالی، لاوروی لیست میتونید، گیلوس میتونید زکات کنید. نرخش رو من یک چند مرتبه در گروه پرتفتگی هستم. من هم دیران عزیز با یک بار دیگه نشون میدیم نهال پیستا که قدش در 1 سال چقدر شد. منو ببینید. در 1 سال حاضر میگم با شما چند شد. 50 سانتی متر شد. انا این بود نوار از نشونامای پیستا در دهه چورباغ، ناحیه ورزاب. همدیران عزیز، دیر نکنید، همین نهال رو زکات کنید. وقتی نهال شنونی اومد، من خدا خواهد نهال های من اولی ماه ینور آمده میرسوند. شما به ملال میشنونید و نهال های صفتاً بهترین رو من برای شما میبیارم. در پناه خدا باشید، در گروه انگوروا باشید.